داخل این ویدیو دوباره قرار چند از رازها و تئوریایی که داخل GTA خیلی همون تست نکردیم و با هم تست کنیم و چند تا صحنه عجیب غریب و خفن هم قراره با هم ببینیم. از ویدیو رو حتما تا آخرش نگاه کنید. خب بچا اولین تئوریمون اینجوری که اگه از ارتفاع بلند ما داخل یه استخری که حتی عمق زیادی هم نداشته باشه بیافتیم اصلا دمیج نمیخوریم و الان داشلی داره میفته توی این استخر. ببینیم دمیج میخوریم یا نه. اوه بچا مردیم. خب بچه شب باورتون نشه و اولین تئوریمون الکی بود. داداش مگه قرار نبود زنده بمونی ها؟ بچه تئوری بعدی اینجوری که اگه شما با سرعت خیلی زیاد با ماشین میری و بازی آلت F4 بکنید ماشین وای میسه. نگاه کنید. اوه آلت F4 کردم و بچه داشتیم میخوردیم به اون همه آدم. اوکی کنسلش میکنم. وایستادیم. بذار یه بار دیگه تست کنم. خب بچه داریم دوباره تست میکنیم. الان آدما جلو و با سرعت 200 داریم دیگه 300 کیلومتر رو میریم. اوه بچه با سرعت داشتیم میرفتیم سمتشون و کنسل میکنیم. نجات پیدا کردم بچه ولی سکتر رو زده بودن ها. و این تئوری هم واقعی، یعنی با سرعت زیاد برین و یا آلت F4 بکنید بازیتون چی میشه؟ ماشینتون سرعتش کم میشه و اوسکی وای میسه. ترای دیگه بکنیم. دوستان عزیز برین اونور. بچه این سری میخوام با سرعت بهشون بخورم و ببینم چی میشه. همینجوری عشقی تفریحی. یو خدا حاجی. ماشین چه حرکتی زد، خیلی خفن بود. بچه الان قراره یه تئوری با سگمون انجام بدیم. داره چیکار میکنه؟ داره خرابکاری میکنه، داره تخلیه میکنه خودشو. هاپو جون بیا. خیلی خوب بچه تئوری اینجوره که اگه شما با سگتون مثلا پیاده روی میکنین بعد شما میخواین داخل یه مغازه برید سگتون وارد اون مغازه نمیشه و میدونید که بعضی از مغازه هم ممنوعه بچه مثلا حیوان خونگیمون رو بخوایم ببریم. در ماشینم ببند داداش. الان بچه نگاه کنید سگمون دنبالمون افتاده، یعنی ما هر جا بریم میاد. الان من میخوام وارد این مغازه بشم ببینم سگمونم میاد یا نه. میشینه اونجا و داخل مغازه نمیاد و تئوریمون واقعیه. خیلی خفن بود. و بچه اگه این ویدیوهای تئوری و رازها رو دوست دارین همین الان این ویدیو رو لایک کنید. اگه لایک های این ویدیو تعدادشون به بالای 8000 تا برسه دوباره میام از این رازها و تئوریای خفن بهتون نشون میدم. خیلی خب بچه تئوری بعدی. حالا این زمین فوتبال بچه یه سری من اومده بودم و خیلیاتون نوشته بودین که این زمین فوتبال کجاست. بزن لوکیشنش هم بهتون نشون بدم. ببینید دقیقاً همین اینجای مپ سمت راست شهر. بچه این تیرک‌ها اگه با ماشین بهشون بخوریم تیرک‌ها میشکنه و فکر کنم جنسشون هم از چوب اشتباه نکنم. تئوری نوشته بود که اگه شما به این C4 وصل کنید و C4 ها رو بهتر کنید اینا خراب نمیشه، یعنی تیرک‌ها هیچ چیزشون نمیشه. الان میخوام اینو تست کنم. بچه قشنگ همه جاشو می‌خوایم C4 بارون بکنیم. اوکی این از این. آقا اوکی الان کلا اینجا C4 رو وصل کردم و بزنیم بهتره که بچه تیرک هیچیش نشد. الان بچه همون تیرک رو میخوام با ماشین بهش بخورم. فقط ببینید چه اتفاقی میفته. نگاه اوسک خیلی آرومم بخوری بچه تیرک میشکنه ولی با C4 نمیشکست. یعنی قربون این راکستار جون عزیزمون بشم که داداش این چی آخه نگاه. خب بچه تئوری بعدی نوشته بود که اگه ماشینتون جلوش خونی بشه، یعنی چند تا آدم رو با ماشین زیر کنیم جلوی ماشین خونی میشه. اوکی حالا من رنگ ماشینم سفید کردم که قشنگ شما بتونید ببینید. تئوری نوشته بود که اگه ماشینتون خونی بشه و وارد دریا بشید ماشین تمیز میشه، چون بچه منطقی میخوایم فکر کنیم دیگه خونه دیگه مالیده رو ماشین و باید هم تمیز بشه. الان میخوام اینو تست کنم ببینم واقعا ماشین تمیز میشه یا نه. بچه یکم بیشتر باید بریم توی آب. خب بچه الان میریم توی آب و در میام بیرون هیچ اتفاقی نمیفته. یه بار دیگه کلاً رفتم زیر آب. ولی بچه بذارین از همین زیر آب نگاه کنیم ببینیم. نه بچه ماشینمون هنوز خونیه و تئوری الکی بود. خیلی خب بچه تئوری بعدی که میخوایم با هم دیگه تست کنیم اینه که میخوام بچه تیر RPG شلیک کنم ببینم از داخل ماشین رد میشه یا نه. الان نگاه کنیم بچه اینجا تیر RPG اصولا باید رد بشه دیگه جا هستش. اوکی الان من تیرو میزنم و داداش تو باید رد بشی یا بچه یه ماشین دیگه آوردم تست کنم. بذار ببینم. نه مثل این که واقعا رد نمیشه. بذار ببینم بچه تیر دیگه رد میشه دیگه. آره تیر رد میشه، تیر RPG ولی رد نمیشه. یه بار دیگه از نزدیک تست کنیم. کلا توی ماشین میاد میتره که بچه چیز خیلی عجیبیه. و اینکه بچه براتون سوال شده که تا حال این چیه اینجا. اگه دوست دارین یه ویدیو راجبش بسازم همین الان داخل کامنت ها بگین داشل یه ویدیو راجب اون مجسمه نمیدونم یه تندیس مانند یه چیزیه دیگه راجب مجسمه اون ساحل ویدیو بساز. میرم بچه راجبش تحقیق میکنم ببینم چه خبره چی هستش این دایمای. خیلی خب بچه تئوری بعدی که وجود داره شما مرکز شهر میدونی یه پارکینگ هست که این پارکینگ هم خیلیاتون اگه رول پلی باز باشید قشنگ میدونید قضیه این پارکینگ چیه. بچه لوکیشنش هم اینجاست وسط شهر. دقیقاً نوشته بود که اگه شما بیاین به این حالا
چی میگن به این دکل میگن، یه اتاقی که کوچیکی که برای نگهبانی و اینجور چیزا میشه، برای ورود خروج و اینا. نوشته بود که اگه با تانک به این تیر بزنیم تیر تانک پرت میشه این ور اون ور. یکم برای خودم عجیب بود که چون منطقی نیستش، ولی میایم با هم دیگه تست میکنیم. یه تیر میزنیم بچا میتره که به هیچ اتفاقی نمیافته. بچا الان دارم بهش تیر میزنم ولی تیره اصلا پرت نمیشه این ور اون ور. نمیدونم تئوری یعنی الکی بود. بچه آخه من نگاه میکردم واقعی بود. بچه اگه شما کنار ساحل بیاین دقیقا اینجا یکم آب جمع شده. اوکی اینجا تیرار پیچی بزنیم بچه ببینید چی میشه. تیرار پیچیم کجا رفت اصلا؟ بزنیم بهتون نشون بدم. بچه کلا تیره پرت میشه این ور اون ور. خیلی چیز عجیبیه. نگاه کنید جو رفت. واقعا نمیدونم بچه این باگ چیه تو این بازی، خیلی چیز عجیبیه. نگاه یا خدا بچه تیر رو نگاه کنید، تیر رو نگاه کنید. بترک شما حتما اینو تست کنید. قبلا اینو گفته بودم خیلی چیز جالبیه. به آب که تیر میزنین تیرتون کلا پرت میشه یه جای دیگه. فقط حواستون باشه که زیر پاتون بزنین که تیر اینجور بره هوا. بچه یه تئوری خیلی خفن میخوام بهتون نشون بدم. اینطوره که اگه شما اسلحه دستتون باشه و تیر بزنید و بیافتید از یه ارتفاع بلندی، اسلحه‌تون همچنان داره تیر میزنه. این خیلی چیز عجیبیه. من اینو قبلا تست کرده بودم واقعی. الان نگاه کنید بچه، مثلا من الان تیر میزنم و وقتی میافتم همچنان اسلحه داره تیر میزنه. خیلی با بچه تئوری بعدی راجب لانچره یا همین نارنجک انداز خودمون که نگاه کنی بچه یکم با دیلی یعنی کنده شلیک کردنش. نمیتونی شما پشت سر هم تیر بزنی. الان ببینید من هر چقدر تون میزنم این خیلی آروم آروم شلیک میکنه. ولی نوشته بود که شما وقتی کاور بگیرید، کاور یعنی چی؟ یعنی اینکه اینجا یه جا تکیه بدید و هدف گیری نکنید و فقط شلیک کنید، این لانچر خیلی سری تیر میزنه. بیایم با هم دیگه تستش کنیم. آماده این 1 2 3. بچه نگاه کنید پشت سر هم دکمه رو فشار میدم این داره تیر میزنه. خیلی خفنه. ولی تو حالت هدفگیری یعنی یه جا کاور نکردیم اینطوری تیر نمیزنه. خیلی جالب بود. بچه تئوری بعدی که اینا فکر کنم قبلا هم یه همچین چیزی تست کرده بودیم. بچه میدونید شما اگه ماشین رو بتره کنید و کاراکترتون رو عوض کنید، یعنی یه دفعه بشین مایکل بعد دوباره بشین فرانکلین، ماشین سالم میشه و انگار هیچ اتفاقی نیافتاده. الان بچه ببینید من اینجا چند تا C4 میندازم. قشنگ میخوایم ماشین رو بتره کنیم اوسیا. اوکی بچه نگاه کنید میتره کنم ماشین نابود میشه و سری کاراکتر عوض میکنم. سری کاراکتر عوض میکنم. حالا فرق نمیکنه ترور باشه یا مایکل. الان بچه نگاه میکنیم که ماشینمون سالم شده. خیلی عجیبه. نگاه کنید اوسک بیا پایین. هیچ اتفاقی نیافتاده. بچه این یکم عجیبه و خیلی هم باحاله. و بچه آخرین تئوریمون که خیلی باحاله. شما بچه اگه از این شیبه فکر کنم دیگه همتون یه بار اینجا پریدین. اگه پریدین حتما داخل کامنت ها بنویسید که داشلی ما هم از اون سکوی پرشه پریدیم. بچه این سکوی پرشه یه دونه این وره یه دونه اون ور. شما نگاه کنید پیاده نمیتونیم بریم بالای این. نگاه کنید مثلا گیر میکنه. اوکی من یه چیز خیلی عجیبی رو دیدم و الان میخوام با هم دیگه تستش کنیم. میگفت که بچه اگه کنار این بیاد از کنار این میتونید بالا برید. بچه بریم دوباره تستش کنیم. اوه نگاه کنید بچه اوجی پشمون کلا رفت بالا. بچه خیلی خفنه. حالا کسایی که لوکیشنش هم نمیدونن اینجاست، ولی آقا تئوری واقعی بود. خیلی خفن بودین. بذار یه بار دیگه تستش کنم. نگاه کنید میایم کنارش و میدویم میریم بالای درخته. خیلی باحاله. خب بچه اینم بود از رازها و تئوریای جی تی ای که خیلی خفن بودن. من که خودم خیلی دوست داشتم. اگه شما هم دوست داشتین و تا اینجا ویدیو رو داری نگاه می‌کنی همین الان داخل کامنت ها مثل همیشه قلب قرمز برامو بذار و گفتم اگه لایک های این ویدیو هم به بالای 8000 تا برسه میام سراغ پارت بعدی و تو پارت بعدی دوباره رازها و تئوریای عجیب غریب جی تی ای رو با هم دیگه تست می‌کنیم. سابسکرایب کانال ما هم یادتون نره. زنگوله کنارش هم حتما روشن کنید که هر وقت ویدیو آپلود کردم سریع با خبر بشین. اگه ویدیوهای دیروز و پریروز هم ندیدی حتما ببین که خیلی ویدیوهای خفنیه. مطمئنم که عاشق ویدیوها میشی. خیلی دوستتون دارم. مراقب خودتون باشین تا یه ویدیو و یه رازها و تئوریای دیگه. بدرود.